من انگوری باغم دریش کن محکم و من سینه داغم اگر انگوری تو من داغ باشم با من پیچی اگر من خوش تو موغم ماه جمال لب شکرم ماه جمال تاجی سرم بی بیت رازی شود تو را با خود من ببرم جمالم چرا تو کم نمایی چی شد که به من رحم نمایی ندارم طاقت نادیدنی تو نمیخواستم که گویم به وفایی ماه جمال لب شکرم ماه جمال تاجی سرم بی بیت رازی شود تو را با خود من ببرم گفتی که من انگوری باغم دریش کن محکم و من سینه داغم اگر انگوری تو من داغ باشم و من پیچی اگر من خوش تو موغم ماه جمال لب شکرم ماه جمال تاجی سرم بی بیت رازی شود تو را با خود من ببرم ماه جمال لب شکرم ماه جمال تاجی سرم بی بیت رازی شود تو را با خود من ببرم دلشاد توحیدی علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان حافظی خوش‌آواز اکوی عزیز صدایتان خسته نباشد پیش از اون که برنامه را آغاز کنیم برای هر یک شما یادآوری میکنیم که در سازهای ضربی شوکت جان زویتوف در اجرای سازهای نفذی خلیل جان اسمت توفیقی که شما یاد را خوش آمدید میگوییم بینندگان عزیز حیران نشوید که ما با چنین اسباب‌های موسیقی البته مهمانی کشانی هایی که شمایان هستیم از آن سببی که این سال بعد از نوروز خجستپای البته هایی که ما میدانیم که کرونا ویروس کووید 19 البته در جهان پخش شده است هایی که ما و شمایان نتوانستیم در بسیار از چاره‌بینی ها و کنسرت ها اشتراک کرده باشیم از این خاطر ما برنامه جدیدی خویش را با نام کنسرت زنده پیشکش شمایان میگردانیم باز یک بار دیگر خوش آمدید میگوییم اکوی عزیز پیش از آن که البته ما صحبت رو ادامه میدیم در هر یک برنامه که امروز شمایان هم صحبت میشویم پیش از همه یک سرودی شما را بسیار درخواست میکردن با نام مادر میخواستم برای کلی بینندگانی که عین حال مادران عزیز ما را تماشا دارن میخواستم یک سرودی مادر را زمزمه کرده باشید. تشکر زیاد. سلام و درودی به پایان مخلصان عزیز مخلصان تلویزیون دیار ما همه وقت همراه شما مادران عزیز زنده باشید مرحمت سرودی مادر بهر همه شمایان جهان مثل مادر کسی نیست و دل نزدی مادری نورانیم به تو حیات را چون کنم مادری نورانیم به تو حیات را چون کنم زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا
دلم غم برارو دل کشایم مادرم جانو دلم غم برارو دل کشایم مادرم جانو دلم زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا در جهان مثل مادر کسی نیست بدل نزدی مادری نورانیم به تو حیات را چون کنم مادری نورانیم به تو حیات را چون کنم زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا 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 تشکر زیاد میگوییم سرودی مادر در اجرای دلشاد توحید بیننده عزیز مادرانی که ما را تماشا دارند این سرودی بهترین برای هر یک شمایان عزیز بود زیرا در حق مادران عزیز سالها سخن کنیم کم است زیرا مادری که اینجا سرود سراییدن بنیاد معنی بلند را دارد زیرا میگویند صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه است شاید از الله های مادر البته مادر اکوی عزیزی ما سری گوهره دلشودکا خوب نکرده البته آرزو میکردن که فرزندشان در زندگی موفق شده باشد امروز میبینیم که البته موفق هستند و در جاده کسب روز از روز به موفقیت ها نائل گشته ایستادند باری دیگر تشکر میگوییم اکوی عزیز و راستی سرود رو گوش کردیم بسیار معنی کلان دارد میخواستم بابت این سرود البته پرسان شده باشم که چه سبب شد که این سرود رو شما برای مخلصان پیشکش کردید تشکر زیاد من در زندگی در حیات پستی هم دیدم بلندی هم دیدم یک حالت ها بود همین از همون جا فهمیدم که مادر با این شخص نیست که برای فرزند میسوختگی این دنیا و مادر پدرم میسوزد لیکن مادر ناگفتنی مادران زنده باشند من گفتم در جهان مثل مادر کسی نیست به دل نزدیک مادری نورانی هم بیت و حیات رو چکنم این شعرم خودم نوشتم آهنگ به در آورده من سرایدیم این نبینید که مادری تاجیک چقدر بزرگ حقانه همین سرود در جهان شد ما بسیار گوشه کنار دنیا رفتیم
همین سروده گفتم آیا دعوت کردن کنسرت ماندیم. باور کنید مادران تاجیک شما بزرگ زنده باشتون، سلامت باشتون، در سری فرزندان دعاگوی باشتون. تشکر. زنده باشید. راستی برای هر یک مادرانی که ما رو تماشا دارن سری تعظیم فرود می‌آوریم و برایشان میگوییم که مهربان در جهان دارم که نامش مادر است، قهرمان در جهان دارم که نامش مادر است. خوب راستی امروز برنامه ما آزاد است، تنها یک شام باشد که برای کل شنوندگان و بیننده هایی که ما را تماشا دارند یک شام خاطرمان باشد. برنامه آزاد است و از این لحاظ باشد بیننده عزیز این شامی که برای شما پیشکش کرده ایستادیم یک شام می شود که هیچگاه فراموش نمیکنه، زیرا خرسندی برای شمایان را آرزو میکنیم. خب اخوی عزیز میخواستم یک چیز را باز هم پرسیده باشم که چی سبب گشت که شما روی صنعت را پیش گرفتید؟ من از خوردی هم همین صنعت رو دوست می داشتم. بابا کلون ما صنعتکار بودن، خیلی آهنگی چنگ می ناختن. بعد از آن پدری من حافظ هستن، حالا هم استادی من. از خوردی من عشق و هوس داشتم، همین ساحه رو به خودم پیشه گرفتم. آیا وقتی که در آغاز فعالیت مشکلی ها بودن؟ البته این آسان صنعت، این مهنت میخواد از تحت دل باشد و بعد مخلصان تاثیر میکند. زحمت ها میکشیم برای صورت ها ایجاد کردن، برای چیزی نو کردن. یک چیزی خیال من همین چیز خوزم که یگان کسب مانند نباشد. یک رای خودم رو انتخاب کردم. من حالا هم رای خودم که برفته شدم، من پشیمان نشدم که حالا هم مخلصان من صورت های مرا انتظار. همین بعضی هاشون میگن که هم تو موزیک سر شود، من میدانم وجه دلشاد و همین خیلی مخلصان نحس قبول کرده که همین راهی منه علاقه موزیک هم وجه میفهمم که وای سرودی من. خب اینجا گفتید که من روی خود رو انتخاب کردم. در آغاز فعالیت با کی پیروی میکردید که مثل آن نفر البته موفق شده باشید در همین جاده صنعت؟ من باور کنید از همین تاجیکستان گوییم دلیل نظرف رو بسیارتر گوش میکنم. عمر قاسم استادی من. باز خیلی صورت های هندی گوش میکنم، صورت های ایرانی، اروپایی، دیگر از همین گوش کرده به خودم یک چیگویم یک استیل پیدا کردم که همین رای خودم که دیگه رفته شدم. این استیلی ما پاپ نام دارد. من خیلی خرسند که همین راه رو انتخاب کردم. خوب تشکر زیاد میگویم. بیایید برای کلی بیننده هایی که ما رو تماشا دارن یک سروده رقصی باشد، همه بینندگان رو به رقص دعوت کنیم و یک جا خرسندی کرده باشیم. خوب بیننده عزیز، هم بر هر یک شمایان شامی پر فراغت رو آرزو میکنیم، هم از جو برمیخیزیم تنها خرسندی میکنیم. خرسندی شمایان این آرزوی همیشگی تلویزیون و رادیوی دیار است. عاشقی تو منم، لایکی تو من، عاشقی تو منم، لایکی تو من. بیا بیا یارم بیا، دل و دل دارم بیا، بیا بیا یارم بیا، دل و دل دارم بیا. عاشقی تو منم، لایکی تو من، عاشقی تو منم، لایکی تو من. بیا چاره ندارم، بهات
پنج 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 یه باره باشه زداغو در دوغم بگانه باشه بیا تو بیا بیا یارم بیا دیل و دیل دارم بیا 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 یارم بیا دیل و دیل دارم بیا عاشقی تو منم لایکی تو من عاشقی تو منم لایکی تو من بیا بیا یارم بیا دیل و دیل دارم بیا 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 یارم بیا دیل و دیل دارم بیا عاشقی تو منم لایکی تو من 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 تشکر زیاد میکنیم برای کلی بیننده‌های عزیز مخلصان دلشاد طاهری به جای خود نمیشینیم. البته در بسیار توی معرکه ها البته به چشم میرسد که از دلشاد طاهری یک سرودی بنیاد خوب باشد با نام زیبا را درخواست میکنم. میخواستم برای کلی بیننده‌های عزیز علمی سرود را زمزمه کرده باشید. سر انداختی گفتم ای جام جهان پیست دهان ابرو کمان جمله جهان سروی قدم های تو قدم کی مبادا کی از راه یقین بنده نوازش بکنی بر سری چشمش قدم رنج نمایی کی بود باعث خوشحالی و فرخندگی عین سرف مخلصی درین شما لبلبی دریا میرم پیشکی زیبا میرم اگر که دوستم دارم راضی از دنیا میرم بیا تو ای طبیبیش بشنو دم حبیبیش بیا که سوخت جان من در حال این حبیبیش مثل تو گل نیست در روی زمین سروی گل و غنچه لب و محجبی بحری خدا سوی رحیما نشین هی از لبی خندان تو ای نازنین گفتم ای جام جهان پیست دهان ابرو کم جمله جهان سروی قدم های تو قدم کی مبادا کی از راه یقین بنده نوازش بکنی بر سری چشمش قدم رنج نمایی کی بود باعث خوشحالی و فرخندگی عین سرم مخلصی درین شما لبلبی دریا میرم پیشکی زیبا میرم اگر که دوستم دارم راضی از دنیا میرم بیا تو ای طبیبیش بشنو دم حبیبیش بیا که سوخت جان من در حال این حبیبیش
ها یپ ها پیشکی زیبا میرم اگر که دوستم دارم راضی از دنیا میرم لبلبی دریا میرم پیشکی زیبا میرم اگر که دوستم دارم راضی از دنیا میرم راضی از دنیا میرم راضی از دنیا میرم تشکر زیاد میگویم کلی بیننده‌های عزیزی که ما رو تماشا دارن مخلصان دلشاد توحیدی برای هر یک شما سرودهای بهترین رو زمزمه کردن یادداشت میکنیم که شما تلویزیون دیار رو برنامه کنسرت زنده رو تماشا دارید خدا کند که در خانواده هر یک شما توی شود و ما کلی صنعتکاران در خدمت هر یک شما عزیز باشیم میخواستم پرسیده باشم که صنعتکار چگونه خصلت‌ها رو داشته باشد تشکر زیاد. صنعتکار باید انسانی بهترین باشد، خاکسار باشد، آداب و کردار و گفتار نغز داشته باشد. خب سلامت باشید و راستی همین گفتار شما در شما هست و شما رو سالهای زیاد میشناسم. راستی یک چیز دیگر هست که شما بغیر از صنعتکار بودن از نوازش اسباب‌های موسیقی برآمده میتوانید؟ البته من دایره نوقت میتونم کم کنم. سانی برابر میگن که او در نه اینسترومنت همون رو مینوازم. این هم که من سخت اصول نباشم لیکن سینتزاتور هم مینوازم کم کم برای فعالیت خودم آهنگ میسازم. خب استاد شما در جاده سینتزاتور کی است؟ استاد من ایلهام ارمانوف. ایلهام ارمانوف شخصی بزرگترین انسان بهترین اون کس حاضر در قدی حیات نیستند لیم جایشان جنت باشد روحشان شاد باشد. اون کس بسیار صنعتکار رو دستگیری کرده آهنگ و موسیقی بهترین اجرا میکردن ایجاد میکردن. من باوری دارم که استراده تاجیک رو به جهان معرفی کردن اون کس. خوب سلامت باشید. راستی کسب صنعتکاری مشکل از بسیار زحمت ها رو طلب میکند. باری هم شده است که از کسب انتخاب کرده اتون روی افتاده شده باشید؟ من البته خرسند که من هم کسب رو انتخاب کردم. به کجای میرم یار دوستو بسیار میشم با یا مخلص ها مرا دیده ذوق کرده من کدی سلام علیک کرده از من ایجادیاتی من میپرسم من خرسند میشم. خب از ایجادیات سخن کرده تو از آغاز تا این جانب به چند سرود رو بهره مخلصان پیشکش کردید؟ سرودمو بسیار زیاده از 300 باشد. می همه خیلی سرود دارم من بسیار سرود دارم. خب در اجرای انتخاب سرود و آهنگا با کی هم کاری میکنید؟ یگان نفر است که برای شما کمک میکند؟ من البته استادم ایلهام ارمانوف که همکاری میکردم. حالا باشد فردوس جان تیمیروف دوستی من زینالدین جان کریموف هم که همکاری کردم و یک آهنگ نو سازم یا گام میکنم همش تا مقصد میکنم میشد نمیشد یک ایجاد پیشنهاد کنیم گفته همراه مقصد میکنیم. در انتخاب متن در انتخاب متن از شعرهای لایق میگیریم خودم بنویسم. بس یک استادی ما هستن هیدبای ترکی الیف اون کس سرودخوان اسمتی هم آورد همون ایجاد کرده استادیم از مولانا جلال‌الدین رومی میگیرم. به فکر شما برای یک سرود رو آماده کردن بهره مخلص پیشکش کردن چقدر وقت صرف می شود؟ باور کنید این رو گفته نمیشد. بعضی میشد یک حالت وقت نصرینتون ناس میشنید یک ساعت به همین چیزی خوش رو میبرم. خوب بیننده عزیز برای هر یک شما تماشای خوش رو آرزو میکنه. میخواستم پرسان شده باشم که در سال 2021 نقشه چگونه است؟ تشکر زیاد. من حالا هم ایجاد کرده استادیم سرودهای نو. ما همراه بهرام جان مصلحت کردیم رئیسی تلویزیون دیار بهرام جان نگمتوف دوستی من دلشاده کار گفتن یک سرودی
نقض ایجاد کنید خدا خواهد کلیپش همراه میسازیم. من باوری دارم که بهرام جان مخلصای زیاد دارن، نواری و یا دیگر خیلی است. خدا خواهد همین کلیپ ما میبراید و مخلصان پسند میآید. من تشکر میگویم به بهرام جان، به این همتون به رحمت میگویم که امروز ما رو دعوت کردید. کمتر باشتم برای مخلصان من ما حرکت کردیم. اینجا یک جای میده موزیکانت های ما بلو اردگمونه تا تانیستن من حرکت کردیم. دلتان شاد کرده باشیم و خرسند. سلامت باشید و با کل شمایان قله‌های بلند سنت را آرزو میکنیم. خدا کند که آرزوهایی که در دل میپرورید در سال 2021 جامعه عمل باشد. برای شما هم تشکر زیاد میگویم که امروز آمدید، مهمان کاشانه کل مخلصان عزیزتون گشتید. بیننده عزیز، اینجا باشد هر آغاز انجام خود را دارد. میخواستم خیر خوش نگفته باشیم به هر یک شما، ولی فرصت فرا رسید که با هر یک شما خیر خوش گفته باشیم. میخواستم حالا جوان هستند اکوی عزیزان، میخواستم دوره‌های جوانی خود را به یاد آورده. آن دوره‌ای بود که از یک تلویزیونی ولایتی ما البته 5 مرتبه درخواست میکردند که سرودی دلشاد طاهری شود. میخواستم همان سرود را زمزم میکنیم، با همان سرودی شما برنامه امروزه را به انجام میرسانیم. تشکر. این سرودی ما کدامش بود؟ یاری جان یاری من خوجندی. بله انا همون سرود است. بسیار سرودهای ما امین یک شب 10 بارم 20 بارم میرفت. خیلی حاضر اکنون کمتر رفته ایزاد است. خدا خواهد با مخلصان ما رو دستگیری میکنن، اما وقت ما ایجاد میکنیم. راستی سرودهای شما هیچ وقت کهنه نمیشوند، روز از روز مخلصانشان زیاد میشوند. بیننده عزیز، برای هر یک شما تماشای خوش را آرزو میکنیم. برنامه ما باز هم ادامه یابد. تشکر. یاری جان چی ها کردی، جان زیتن جدا جدا کردی. یاری جان چی ها کردی، جان زیتن جدا جدا کردی. بحر ما نیهان نباشد هیچ، تو بخود جفا کردی. بحر ما نیهان نباشد هیچ، تو بخود جفا کردی. میخوانم بری چشمانم، میمانم تو رو بر جانم شمالی ترین مهمان. میخوانم تو رو میخوانم بری چشم، میمانم تو رو بر جانم شمالی ترین مهمانم. یاری جان چی ها کردی، جان زیتن جدا جدا کردی. یاری جان چی ها کردی، جان زیتن جدا جدا کردی. بحری ما نیهان نباشد هیچ، تو بخود جفا کردی. بحری ما نیهان نباشد هیچ، تو بخود جفا کردی. میخوانم تو رو میخوانم بری چشمانم، میمانم تو رو بر جانم شمالی ترین مهمانم. میخوانم تو رو میخوانم بری چشمانم، میمانم تو رو بر جانم شمالی ترین مهمانم. یاری جان چی ها کردی، جان زیتن جدا جدا کردی. یاری جان چی ها کردی، جان زیتن جدا
وفا کردی بهر ما نیهان نباشد هیچ تو به خود جفا کردی بهر ما نیهان نباشد هیچ تو به خود جفا کردی